سلام علیکم. ابتداً از جناب آقای ناصر ابوبسام تشکر میکنم به خاطر دعوت شده این کنفرانس و یک بیانیه از طرف مرکز حقوق بشر آذربایجان جنوبی رو خدمت شما دعوت خواهم کرد. بیانیه مرکز حقوق بشر آذربایجان جنوبی درباره الگوی سیستماتیک سرکوب و نقض حقوق بشر در آذربایجان جنوبی. در ماه‌ها و سالهای اخیر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در آذربایجان جنوبی به شدت افزایش یافته است. سیاست‌های تبعیض‌آمیز، امنیتی و مبتنی بر سرکوب هویتی که از سوی رژیم ایران اعمال می‌شود، فضای نگران کننده‌ای را برای فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی ترک ایجاد کرده است. گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های گسترده، شکنجه، پرونده‌سازی، صدور احکام سنگین و حتی حظر فیزیکی فعالان نشان دهنده الگوی نهادینه شده‌ای از نقض حقوق بنیادین انسان است. فعالانی که به طور مسالمت‌آمیز از حقوق فرهنگی، اجتماعی، زبانی و ملی مردم آذربایجان جنوبی دفاع می‌کنند، به طور مستمر با برچسب‌هایی مانند جاسوسی، تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و محکوم می‌شوند. این روند برخلاف اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی تشکل، حق مشارکت مدنی و حق دفاع از هویت فرهنگی است. اتهامات ساختگی، محرومیت از دادرسی عادلانه، نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، عدم درمان مناسب، منع دسترسی به وکیل و فشار بر خانواده زندانیان از جمله مواردی است که در گزارش‌های مستقل به آن اشاره شده است. وخامت و این وضعیت زمانی آشکارتر می‌شود که تعدادی از زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی در اعتراض به اتهامات ساختگی و شرایط غیر انسانی زندان ناچار شدند به اعتصاب غذای طولانی مدت دست بزنند. نمونه‌های اخیر شامل فعالانی است که بیش از یک ماه در اعتصاب غذا بودند و برخی نیز دور تازه‌ای از اعتصاب را آغاز کردند. این اعتصاب‌ها بازتاب دهنده فشار شدید، نبود عدالت قضایی و شرایطی است که زندانیان را مجبور می‌کند سلامت و جان خود را سپر اعتراض قرار دهند. محرومیت از خدمات درمانی، عدم رسیدگی پزشکی، نگهداری در محیط‌های نامناسب و رفتارهای تحقیرآمیز، نقض سریع قواعد حداقلی سازمان ملل درباره رفتار با زندانیان است. در ماه‌های اخیر روند اجرای اعدام در ایران شداد قابل توجهی یافته است، به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل تنها در ماه گذشته بیش از 1000 نفر اعدام شده‌اند. افزایش میانگین اعدام روزانه و صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که اعدام به ابزار حکومتی برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات عمومی تبدیل شده است. استفاده از مجازات اعدام به ویژه در پرونده‌هایی که دادرسی عادلانه رعایت نشده، نقض آشکار حق حیات و اصل منع شکنجه است و می‌تواند به سبب اعدام فرارسایی تلقی شود. مردم آذربایجان جنوبی سالهاست که با تبعیض ساختاری در حوزه‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی مواجه هستند. این تبعیض زمینه‌ساز سرکوب شدیدتر فعالانی است که برای رفع آن تلاش می‌کنند. جرم‌انگاری فعالیت‌های فرهنگی و زبانی، محرومیت از آموزش به زبان مادری، فشار بر فعالان دانشجویی و امنیتی سازی هر گونه مطالبه حقوق ملی، تعارض مستقیم با میثاق‌های بین‌المللی حقوقی، مدنی، سیاسی و حقوقی فرهنگی است. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، دولت‌ها موظف‌اند حق حیات، سلامت، کرامت انسانی و امنیت شهروندان را تضمین کنند. مسئولیت حفظ جان زندانیان و جلوگیری از بدرفتاری یا شکنجه بر عهده رژیم ایران است. هر گونه آسیب جانی در دوره اعتصاب غذا یا بازداشت مسئولیت مستقیم رژیم را متوجه می‌کند. نقض حقوق بشر نه تنها تهدیدی علیه فرد زندانی، بلکه تهدیدی علیه جامعه و آینده یک ملت است. حمایت مدنی و مسالمت آمیز مردم، پیگیری وضعیت زندانیان و تبدیل فضاهای عمومی به عرصه مطالبه‌گری
نقشی حیاتی در حفظ جان فعالان سیاسی و جلوگیری از سرکوب‌های بیشتر دارد. آنچه امروز در آذربایجان جنوبی رخ می‌دهد مجموعه‌ای از موارد پراکنده نیست، بلکه یک الگوی ساختاری و هدفمند از نقض حقوق بشر است. امنیتی سازی فعالیت مدنی، شکنجه و بدرفتاری، پرونده‌سازی گسترده، صدور احکام سنگین، گسترش اعدام‌ها و فشار بر هویت ملی ملت‌های ساکن ایران. این وضعیت نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی، حمایت صریح نهادهای بین‌المللی و مطالبه‌گری مستمر مردم است تا از جان زندانی محافظت شود و روند سرکوب ساختاری متوقف گردد. ما از جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و دولت‌های دموکراتیک تقاضا داریم که با اعمال فشارهای دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی هدفمند رژیم توتالیتر ایران را الزام کنند که مطابق تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و اقدامات زیر را اجرا کند. آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها و شکنجه‌های سیستماتیک، تضمین دسترسی فوری زندانیان به خدمات پزشکی مستقل، پذیرش سازگارهای نظارتی بین‌المللی برای رصد نقض حقوق بشر در ایران. مرکز حقوق بشر آذربایجان جنوبی.